همه شما با روتین پوستی آشنا هستید. روتین پوستی استفاده از یک سری کرم ها و شوینده ها و مراقبت های پوستی هستش که برای داشتن پوستی تمیز، شاداب استفاده میشه و روند پیر شدن پوست رو به تعویق میندازه. یکی از این اجزای روتین های پوستی فیشیال هستش. فیشیال یک سری اقداماتی هستش برای مراقبت از پوست که باید ماهی یا هر 2 ماهی یک بار انجام بشه و برای هر پوستی هم متناسب با نوع همون پوست انجام میشه. مثلا اگر شما جزو افرادی هستید که پوستتون خیلی چرب هستش و جوشهای زیر پوستی دارید، جوشهای سرسیاه دارید، خب بیشتر از لایه بردار براتون استفاده میشه و پاکسازی پوست براتون انجام میشه. اگر جزو افرادی هستید که پوستتون بسیار خشک و شکننده هستش، خب ماساژ با روغنهای مناسب پوستتون و استفاده از ماسک‌های آبرسان و اینها براتون انجام میشه. همچنین فیشیال برای کسانی که تیرگی و کبودی زیر چشم دارن و یا پف زیر چشم دارن هم بسیار مناسب هستش. بعضی از افراد هم هستن که پوستشون دچار لک میشه و لک‌های پوستی مختلف دارن که خب برای این افراد هم متناسب با پوستشون از یک سری اسکراب ها و یه سری ماسک های مخصوص استفاده میشه. و این هم جزء یکی از روش‌های بسیار مؤثر هستش برای اینکه پوست شما رو شاداب و تمیز نگه داره و روند پیر شدن پوست شما رو به تعویق بندازه.